برسونید به خبر. رفتن به سرحدی قزاقستان دونین که از آن طرف سرحد میمونید. نه وابسته شما 90 روز بدین یک سال. موافق قانونهای روسیه با 90 روز در وطن روسیه گردی 90 روز بیرون از. دینا شب کسانی که ما میشناختیم همینا را همشه از سرحد روسیه بیرون کردن. همینا در حالت وزنی امروز هستند. اونا صدا برآورده است. که این چی روز است؟ این چی وزنی در سر تاجیک است؟ زنا هستند. زنا در همون طرف موندن با شوهراشون رفتن. امروز خبر اومد که تمام شخصانی که رفتن در سرحد قزاقستان روزی 4 هر کسی باید 8000 سپرد و در پویزد مسکوا دوشنبه سوار کرده میشه. امروز با ما خواهش اونا که این پول را از کجا یابیم. حتی فریب دادن که در حالتی ودورین از شما هست که فامیلی نام داره شریف منوچهر و فامیلی شما چی؟ شما را هم دیپارت این برادرها با دیگه کارمون دیگه. حتی اونها رفتن گفتن که روی با همین دیپارتاسیون از سرحد گذاری بدتر به این یک فریب بود، یک دروغ. این یک راه پول کاری. لکه صدای مردم تاجیک در چی است که این تا کی دوام میگیرد این آقا. تا کی همین این وزبینه‌ای که در ملت تاجیک است. در حقیقت اینا میبینن که امروز سفارتی که کارمندان دیپلماتی و کارمندان جمعیتی دیاسپورا خاموشن و یک کرامت شریف کار شما بود نمیشه. مثلا میگردیم میبینیم حادثه 20 چسلو زیاده از 1000 آدم صدا برآورد برای یک پسر بچه به نام نوروز. تمام توجه گیره و نولا کرد که همین پسر بچه را زدن. شبانه با شما دیدیم ما در ویدیو هست. و ما بیمارخانه رفتیم با برادر و با تواییش با دیگرش. امروز کنی نوروز شبانه در سمالاشید پریده برفت تاجیکستان. هزاران گیره و ناله تاجیک پشتیبان افتاد ملت تاجیک ما مردیم. چرا نوروزی که تاجیک خودش حساب کرد از بلجمان خطبان ساعت نام فامیلش کریم بود بعدتر ذکر روشید. پارت آف ملت تاجیک امروز سلیت ارگانهای روسیه میخوان که نوروز رو از نزدیک ببینن. چی باید نوشت؟ و یک کاغذ نوشت. من از کسی طمع ندارم. پیام میده کرامت شریف در پس ما ایستید. پشتیبانی من نمیشه. اینا فهمیدم. هزاران تاجیکان غلامن. هزاران تاجیک وقتی که صدا میبرن پولی ما را نمیتن، مزدی ما را نمیتن، بعدتر با شما را دشنام میتن. این چرکو از کجا آمدگیان؟ همه خیلی هم از صدای کارمندانی دولتی روسیه است، هم از صدای کارمندانی که شما را کار میفرن، کار فرمانتو است. اومدید، گناه ندارید. یک چیز بینیتون. وقتی که دولت پیدا میشود، در اونجا لشکر پیدا میشود. لشکر در بالای لشکربان هست. در پادبان هست، در لشکربان هست. من تاریخ تاجیکستان را گفت که کدام لشکر از تاجیک لشکردار پیدا شده است. ما یگان قهرمانی ملت نداریم. آن چیزی هست بینیتون خوب. تماما به خون تاجیک نزدیک نیست. تاجیک از تولد شدن تا امروز تا رفتنش و یک غلام بود. عربکش بود. خوانید از صدرالدین عینی آدینه را یکی عربکش حسنی عربکش بود. که ها را ما نامش نگیرید این در تاریخ میاد این تاجیک نبود. از سینای خود، از سایه خود، از مورچه و از پشه در ترس است. حتی مرد تاجیک ما نداریم در باید. هرچند ما صدا بریم حال امروز زنای تاجیک مرد شده هزاران زن مرد شده گیرن برای که ما یک دیگر رو میفروشیم. انا بینید دیپارتاس چه دیپارتاس؟ این کسی را نه آورد، نه ادوکات آورد سفید کننده، کسی را که با زبانی پیریوچی که این هم نتونست آورده چیکار کردن؟ در آوردن با مانند گوسفند با بر آوردن. اینا چیزی نپرسیدن. اینا پول دادن، پاتین کردن. دیگری سرحد رفت. شوری میخوام برای چی؟ برای آرامی و آبادی تاجیکستان آمدن. برای خواندن کودکان آمدن. کجا شد؟ کجا شدن سیمای تاجیک؟ کنی پشتیبانای تاجیک. همه شما میدونید که لوبلینا چی است. پیش از شما گروه ها بودن، دینا دار بودن، سیران. همه اینا آمدن. ما شاهدی کاره. ما در این باره میکنیم سختای خدا نمیدونیم. حتی خواهش داریم که روحای ما رو محکم کنید. روحای ما رو محکم کنید که ما در این حادثه این پسر بچه را چیکار زدن و کجا بردن. چرا سفارای تاجیکستان برد پسر بچه نوروز در روزی 26
سینتیار بود، پنهان نبود. بینه چی روزا از سری گذشتگی است. حادثه‌های 2014 96 نفر پرونده شد. امروز آمده است مکتوب از پدر و مادر اونا کجا شد همون تعیین رشتگی اونا چرا پسرای ما پرونده شدن. نفتاجیستان از پدر و مادر 6 نفر اومده. کنی بعد تعلیق کردن کنی بعد سلسله بردگی ارگان‌های تاجیکستان دولت پسرای ما از این رفتن کسی اونا بیشوش رفت دیگری بیجگر رفت اونا پرونده شدن. از کی بینیم؟ ما باید از خود بینیم یکم. بودن ملت همچون توجیه در کار نیست. آواز برام برآوردن در کار نیست. نمیشد جمعیت تاجیکو تاجیک دیاسپورا امروز با کی بینیم شما با جمشید روشن و آرمیان گالستیان مارترسیان تونستیم محکم کردیم. کنی دستگیری دولت با جمعیت نیست. کسی شما را با آب تیله کرده نیست. آب تیله کرده نیست است. با حکومت دوره خودشون تاجیک است کنن. زنی توجیه داشته باشند فرزند توجیه داشته یگانه دولت دنیا چی است این اسرائیل دولت بزرگ دنیوی اسرائیل است که فقط فردی که مردی که شهروندی که از زن یهود تولد شده است وقتی مرد از دیگر زن تولد کرد دونک عاقبت این دولت از بین میره مثلا برخورداری شوروی در بودن گورباچوف رئیس گورباچوف تترکا یک دولت شوروی بزرگ از بین برد زن کرد برای همین روز مستحکم از دولت اسرائیل که زن تاجیک فقط با تنها از مرد تاجیک فرزند در اون حالت مرد تاجیک مرد می شود. اون چیزی که نسبت لوبلانا بدونید شما نسبت دیگر را بدونید اون فکرهای شما گفته است که شما در دل داریتون همش به ما هست. باید تکرار میکنم پس رفتن میگه برهم خوردن تاجیک بیرون از وطن سببش یک چیز است. در گپ و در سخن خود نمیخواد اسلام توجیه. تنها مراجعت میگران یکی میگران مهاجر مهنتی به کرامت شریف یک چیز است. معاوضت خود بدنی خود افلاسی خود است. بعد از کاری باید بود شید یکی کارش در نیم راه ماند و دو چشم میپوشد و سیم کارت را میپرتد و ما از کرامت شریف خبر نداریم. در هر یک سرجامعی که میشود این روز مهاجران مهنتی اولا ما به کرامت شریف در هزاران آدمی که ما را باید فیروت کرد. من که فیروت کنم من با در همون جا باشم نبودم. من با دل نزدیک بودم. با رفتارم نزدیک بودم. با حرکتام نزدیک بودم. حتی کارمندانی آمدن از بین همون قدر ماشین قد ماشینی کرامت شریف. چرا ماشین سفارت ما نکردن؟ و اینا خود اشتراک کردن. خود اشتراک کردن که همین کرامت شریف تیزتر محکم کنید. این دزدی این پستی تاجیکستان باید رفتن میگه. ما فقط یک چی داریم در دو خدا آنها را میزند. در اگه دنیا این گرم نیست. خدا گفته آنها را میزند آنها ما را زده ایستادن. تا آنها را خدا میزند که ملت تاجیک از بین میرود. و رفتگی است و پنهانی هم نیست. دارایتون بزرگی لوبلانا دارایتون. ملت به قرابت چی است؟ می با شکل میزنند. مرحمت دارد چی شده است با شما؟ چقدر پول صرف کرده از تاجیکستان تا روسیه اومدن؟ من 50,000 سومانی. 50,000 روسی گرفتید. 6,000 سومان گرفته بود. هم خانه شکل ما. نان کردید. روسیه کردن شما را. روغن خریدید. گاز خریدید. قند خریدید برای فرزند. گشته آمدید با نیتی برگرداندن پولی دولتی از بانک نشد. در پیش چی مقصد دارید؟ فرما کود می‌بوداش کنید. شما در حالت دیپارتاس هستید. شما را از کجا بردن؟ ما را زمین ماکارو از روی قانون روسیه شما از روی قانون سر شدید. سببش اون است که وقتی شما میبینیدم با شما بازی میکنن. یا کسی وعده میکرد که پدر یک اسپرس بهتر اولی که میتونم اینو نشد. در 3 ماه چند سال کار کردید؟ من بیکار بودم. 3 ماه چی خوردید؟ میدونم که وقتی من بچه‌ای شناس بودم اونجا کچون هم 2 سال کار کردم معیار خرج گرفتم خود. اشتراک 5,000 گفتن سپردید. از پسران گرفتید با قرض کردید. با 50 دلار 55,000 شد. یک دور قرض نسپردید. اون چیزی که هست با زبان عادی میفهمن که راه این ماندن شما چقدر می خدای تعالی در پسند باشد ممکن اون رو کف کنند و ما رو ببینن
با پنهانی حرکت میکنید، پول بانک هم شما میگیرد. برگشتن به وطن حیات شما از حیات سگ بدتر میشود. هر روز در خونه شما سودیم نیپریست میبیاد، امروزه میبیاد، دیگر سوخته کنی امپروو. یک از شما به سوال نمیداد. در کدام احوال بودی هست امنیستی. خدا شود که روبر دولت یادتونه که شخصان پول گرفتن از بانک با مهاجرت رفتن امنیستی کنیم پول اینا رو بخشید. این برای وای ممکن با یه حجی کلان شود. بخشید من باشم شما را میبخشم. من شما را دیدن اسیمای بزرگ تاجیکی داری پسر بچه. چندم فرزندی در عائلتون؟ پنجم فرزند عائله دار هستید؟ فرزند دارید؟ کدام مکتب تمام کردید؟ نخوندی مکتب. باینده بخونید مجبور کنید بخونید. سواد در کار است. مرد سواد دارد، زن هم سواد دارد، فرزند خوب تعلیم میشه.